سرخط خبرها. بازداشت یک عضو کلیدی داعش در پاکستان. سازمان ملل اعلام کرد این فرد نقش اصلی در تولید محتوا و جذب نیرو برای داعش داشت. برعکس است، همیشه پاکستان 47 سال از در امور داخل افغانستان مداخله کرده. انتقاد مولانا فضل الرحمن از سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. او گفت که سیاست اسلام آباد در 78 سال گذشته در قبال افغانستان موفق نبوده است. نه سیاست پاکستان در قبال افغانستان درست بوده و نه سیاست ضد حراس افغانی آن نتایج مثبتی داشته است. هشدار سازمان ملل نسبت به تشدید بحران مهاجرت. این نهاد اعلام کرد که افغانستان با بزرگترین بحران‌های بازگشت مهاجران روبرو است. و جان باختن یک نوزاد دیگر فلسطینی از شدت سرما در غزه. سخنگوی حماس میگوید که کودکان غزه مقابل چشم جهان از سرما میمیرند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه 28 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 19 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. سلطان عزیز اعظام سخنگوی داعش خراسان و بنیانگذار شاخه رسانه‌ای این گروه در سال روان میلادی توسط نهادهای اطلاعاتی پاکستان بازداشت شده است. کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که این فرد نقش اصلی در تولید محتوا، جذب نیرو و ترویج ایدئولوژی این گروه داشته است. گزارش از نستر نمیری. کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در گزارش 16 خود اعلام کرد که سلطان عزیز اعظم سخنگوی داعش خراسان و بنیانگذار شاخه رسانه‌ای این گروه در تاریخ 16 می سال روان میلادی توسط نهادهای اطلاعاتی پاکستان بازداشت شده است. در گزارش وی به عنوان عنصر کلیدی تبلیغاتی داعش خراسان معرفی شده که نقش مهم در تولید محتوا، جذب نیرو و ترویج ایدئولوژی این گروه داشته است. خود پاکستان یک کشور توریست پرور است و تمام گناه را به گردن افغانستان می‌اندازد که گویا در افغانستان توریستا است و علیه پاکستان این کار میکنه و مداخله میکنه، در صورتی که برعکس است، همیشه پاکستان 47 سال از در امور داخل افغانستان مداخله کرده. در همین حال شمار از آگاهان تاکید میکنند که پاکستان با بهره‌گیری سیاسی و ابزاری از گروه‌های هراس افغان در بی‌ثبات سازی منطقه نقش دارد. به گفته آنان داعش در پاکستان حضور دارد و از آنجا امنیت و ثبات منطقه را بر هم میزند. یک مرتبه دیگر به خاطر گرفتن چند دلار این سناریو را پیش انداخت که ما این مبارزه میکنیم علیه داعش، در حالی که چنین نیست. پاکستان اگر یک فرد قربانی میکنه به عوضش به میلیون دلار میگیره. پاکستان د ترهګرۍ او رانکارۍ د تولید، تجهیز او تمویل اصلي مرکز دی. افغانستان سیمې او نړۍ ته یې صادروي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې دې مشترک مشکل ته توجه وکړي او د مخنیوي لپاره عملی اقدامات ترسره کړي. گفتنی است که گزارش ها نشان می‌دهد که گروه داعش خراسان در برخی مناطق پاکستان حضور دارد و از این کشور به عنوان پایگاه برای جذب نیرو، آموزش و فعالیت‌های تبلیغاتی استفاده می‌کند. همچنین در عملیات‌های امنیتی پاکستان شمار از رهبران و اعضای کلیدی این گروه کشته یا بازداشت شدند که نشان دهنده فعالیت داعش در خاک پاکستان است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان از سیاست‌های اسلام آباد در قبال افغانستان انتقاد کرد. او گفت که سیاست پاکستان در 78 سال گذشته در قبال افغانستان موفق نبوده و راهبرد مبارزه با هراس افغانی این کشور نیز نتیجه مثبت نداشته است. باز هم گزارش از نستر نمیری. با اوجگیری نارضایتی ها از سیاست های دولت پاکستان، صدای اعتراض از درون حلقه های سیاسی این کشور بلندتر شده است. در تازه ترین مورد مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که سیاست های اسلام آباد در قبال افغانستان طی بیش از 7 دهه گذشته نادرست بوده و سیاست های ضد هراس افغانی این کشور نیز نتیجه مثبت در پی نداشته است. मैं दावे से कहता हूं कि 78 सालों में
न पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी सही रही है। من ادعا می کنم که در 75 تا 78 سال گذشته نه سیاست پاکستان در قبال افغانستان درست بوده و نه سیاست ضد حراس افغانی آن نتایج مثبتی داشته است. در همین راستا شمار از آگاهان به این باورند که سیاست خارجی پاکستان مورد تایید مردم این کشور نیست. به گفته آنان شهروندان پاکستان از سیاست‌های اسلام آباد در قبال همسایگان این کشور حمایت نمی کنند. پاکستان دائما پالیسی بیگانه را در افغانستان تعقیب کرده. اونا پروژه ها را گرفتند، توسط ازی بسیار پول انگفتی را به دست آوردن و پاکستان بالاخره در نقشه یک ابرقدرت شد. نو این که اگر این قسم افراد اشخاصی که در پاکستان موجود است اگر بتانه در صورتی که بتانه با حکومت نظامیشان صحبت بکنه و وادار بسازه به تغییر پالیسی در قبال افغانستان. استراتژی و پالیسی خارجی رژیم پاکستان از طرف مردمش، از طرف ملت و از طرف جمعیت های سیاسی اونها مورد تایید قرار گرفته نمی شود. علتش همی است که ملتشان ناراض بوده و در کنار اونها کارکرد خود رژیم پاکستان در مقابل همسایگان، در مقابل مردم اونها به دیده بد نگرشته می شود. این نخستین بار نیست که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان از سیاست‌های دولت این کشور در قبال همسایگان انتقاد می‌کند. پیشتر نیز وی خواستار برگزاری نشست برای بررسی اوضاع افغانستان شده بود. مولانا فضل الرحمن تاکید کرده بود که در این نشست موضوعات چون بهبود روابط با افغانستان، یافتن راه حل مشکلات موجود، تقویت روابط با کشورهای دوست و رسیدگی به شکایات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه واکنش‌ها به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای جهان، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بازگشت مهاجران روبروست. این نهاد گفته که بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان تا 9 اکتبر به کشور بازگشتند. گزارش از اناهیتا اندر. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بازگشت مهاجران روبرو است. این نهاد گفته است که بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان از 9 اکتبر به کشور بازگشتند. همزمان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که در این شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان خواهد بود. اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای میزبان مهاجر از جمله پاکستان نه تنها اون نقض تعهدات بین‌المللی محسوب می شود، بلکه اون بحران‌های انسانی را هم تشدید می کند. در همین حال 61 نماینده کنگره امریکا در برنامه به وزیران خارجه و امنیت داخلی این کشور نسبت به نحو برخورد دولت ترامپ با مهاجران افغان اعتراض کردند. اخراج مهاجرین به افغانستان در شرایط کنونی کاملا غیر قابل توجیه است، در حالی که شرایط بخصوص و به ویژه بر علیه زنان و دختران شدت یافته و بحران انسانی ادامه دارد. در همین راستا شمار از فعالان عرصه حقوق مهاجران هر گونه اخراج مهاجران را غیر قابل قبول و مخالف اصول بین المللی مهاجرت می‌دانند. په دغه وروستیو کې د نورو هیوادونو سربېره په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو او ناڅاپي ستنېدو بهیر د پام وړ زیات شوی دی. دا ډول کړنې د کډوالۍ د نړیوالو اصولو په ځانګړي ډول د انساني کرامت د ساتنې او د جبري ستنولو د مخنیوي لاسته سره ټکر کې دي. همچنین شمار از آگاهان مسائل سیاسی تاکید می‌کنند که شمار از کشورها مسئله مهاجرت را به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. اینا کوشش می‌کنند که به یک نحوی مهاجرت ربط بدن به بعض موضوعات تروریستی و حتی سیاسی و از یک من حیث آله فشار در مقابل کشور، در مقابل افغانستان و امارت اسلامی استفاده میکنه. بر اساس آمار وزارت مهاجران و عودت کنندگان از آغاز سال 2025 تا کنون 392,720 خانواده از پاکستان، ایران و ترکیه به گونه داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند که از این میان 179,217 خانواده از پاکستان، 213,221 خانواده از ایران و 282 خانواده از ترکیه برگشتند.
در هفتمین روز دور هفتم لیگ بزکشی افغانستان بازی جالب و نفسگیر میان تیم‌های قدرتمند سرپل و بغلان برگزار شد که با پیروزی سرپل همراه بود. پیش از این بازی‌های جالب و دیدنی میان تیم‌های بزکشی چندین ولایت در میدان یکتود برگزار شده بود. روز گذشته نیز تیم‌های بدخشان و کندوز مسابقه داشتند که با حاضر نشدن کندوز بدخشان پیروز میدان اعلام شد. و چند خبر کوتاه از جهان. وزارت صحت غزه میگوید که یک نوزاد یک ماهه در خان یونس بر اثر سرما جان باخت و شمار قربانیان موج سرما در غزه به 13 تن رسیده است. حازم قاسم سخنگوی حماس در پی جان باختن نوزاد از سرمای شدید اعلام کرد که ادامه مرگ کودکان نتیجه محاصره خفقان آور و مانع‌تراشی اسرائیل در روند کمک رسانی در بارکه غزه است. وی با تاکید بر ناکامی جامعه جهانی در تامین سرپناه و کمک‌های ضروری خواستار اقدام فوری جهان برای جلوگیری از مرگ‌های بیشتر در این بارکه شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با تاکید بر آمادگی کشورش برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود امریکا را به تلاش برای تغییر رژیم و تحمیل دولت دست نشانده متهم کرد. خبرگزاری تاس به نقل از مادورو گزارش داده که مردم ونزوئلا در کنار نیروی نظامیشان از سرزمین و منابع طبیعی دفاع خواهند کرد. همزمان کاراکاس با ارسال نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار برگزاری نشست فوری برای بررسی تهاجم مداوم امریکا شد، اقدامی که پس از دستور دونالد ترامپ برای مسدودسازی نفتکش‌های تحریم شده مرتبط با ونزوئلا صورت گرفت. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه قصد دارد برای اطلاع از جزئیات مذاکرات امریکا با اوکراین درباره توافق احتمالی جنگ با واشنگتن تماس بگیرد. به گفته او مسکو در حال برنامه‌ریزی برای تامین ارتباط با مقامات امریکایی به منظور آگاهی از نتایج گفتگوهای امریکا با کیف و بروکسل است. همزمان رسانه امریکایی اکسیوز گزارش داده است که نمایندگان امریکا، اوکراین و روسیه این هفته برای نشست‌های جداگانه به میامی سفر می‌کنند و قرار است نمایندگان دونالد ترامپ با فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین نیز دیدار کنند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.